سلام علیکم. من از خارج برگشتم و تمام امروز داشتم به خارج فکر میکردم. در واقع ما به هر جا که اینجا نباشه میگیم خارج. اصلا هر ایرانی از اول زندگیش دوست داره بره خارج. اگه کلا هم مهاجرت کنی که چه بهتر. اصلا مهم نیست کجا. در واقع هر جایی که راش بدن. محبوب ترین خارج برای مهاجرت آمریکاست. دیگه از آمریکا خارج‌تر نداری. دیگه بعدش خارج از جوه. معروف ترین خارج کاناداست. گرونه، دوره و سرد بی‌ناموس، ولی برندینگش خوب بوده. مخصوص ترین خارج استرالیاست. اصلا نه معلومه کجاست، نه معلومه داره چی کار میکنه. اونایی هم که میرن انگار از دنیا رفتن. مقصود ترین خارج آلمان و فرانسه است. همه هستن. فمینیستا و همه چی گرهام اونجاهان. مشکوک ترین خارج انگلیسه. اکثرا یا دارن یه غلطی میکنن یا یه دوستی دارن که داره یه غلطی میکنه. مجبور ترین خارج دبی و ترکیه است. 3 دسته آدم اونجان یا نتونستن جای دیگه برن، یا حال ندارن برن، یا فقط میخواستن یه جا برن که اینجا نباشن و زیادم دور نشن که خواستن برگردن بشه. مرعوب ترین خارج کل خاورمیانه است. هر جاش بری ممکنه بمیری. مشروب ترین خارج ارمنستانه. یه جای دم دست که بری خودتو پاره کنی برگردی. مکروه ترین خارج تایلنده. اصلا مهم نیست طبیعت بکری داره. اونجا برای ما جنده خونه است. شنگول ترین خارج هلنده. مثل چین که هر چی رو بشه خورد میخورن، اونجام هر چی که بشه کشید و میکشن. این وسط ها یه سری هم هندن که اصلا نمیدونم رو چی کار میکنن. خودشون هم چیزی نمیگن. دیگه هر کی هم مونده میخواد بمانه و پس بگیره. همین دیگه. شما چه خبر؟